با نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می نماییم. در استودیو با شما من شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. امکان دارد مهاجران غیرقانونی در روسیه عفو شوند. وزارت کارهای داخلی دو فاحش را بازداشت نموده آنها را عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام کرد. دلبر گورگووا با 5 فرزندش در کوچه ماند. پول انگشت مکتب، مقاوه دفتر و عکس اسماعیل سامانی با سپارش بالا. کمیسیون مسائل مهاجرت شورای نزد پرزیدنت روسیه طرح عفو 3 میلیون کارگر خارجی را برای ارائه به ولادیمیر پوتین تهیه کرده است. اسلانبек پاسکاچف سرور این کمیسیون گفته است آخر ماه اکتبر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات نموده این موضوع را مطرح خواهد کرد. پاسکاچف گفته است طبق معلوماتی که در دست دارد در سر تا سر روسیه حدوداً 3 میلیون نفر مهاجران کاری غیرقانونی زندگانی میکنند. او تاکید کرده است که کارگران مهاجر خارجی که اجازه کاری یا پتنت ندارند بر اساس سازشنامه به کارفرمایان روسیه به کار جلب میشوند و به دولت انداز پرداخت نمیکنند. پاسکاچف میگوید در چنین شرایط هم بودجه دولت به خسارات زیاد روبرو می شود و هم کارفرمایان در پیش کارگران خارجی هیچ مسئولیت ندارند، زیرا کارفرمایان از پرداخت انداز فرار می کنند و هیچ نهاد نمی تواند بر فعالیت آنان نظارت دقیق داشته باشد. بر اساس گزارش خدمات مهاجرت تاجیکستان بیش از 300,000 نفر از شهروندان این جمهوری که از روسیه استرداد شده اند از حق ورود به قلمرو روسیه محروم هستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 2 مرد خبر داد که برای تأمین روزگار خود به فالبینی و جادوگری مشغول بودند. نقل فحشکاری این 2 مرد را از زبان خود آنها تلویزیون‌های دولتی کشور به نمایش گذاشتند. ساکن ناحیه شهر نو رازیقول دوستمرادوف همچون دامولا و ساکن حصار فتح‌الدین سیم‌الدینوف گویا همچون قاری معروف بودند که در اصل معلومات عالی دینی یا دنیوی نداشته برای تامین روزگار زندگی به جادوگری مشغول شده برای این کارها از اهالی پول می‌گرفتند. وزارت کارهای داخلی طبق عادت کهنه‌اش از طریق این 2 فاحش یک فیلم اروتیکی ساخته آن را در تلویزیون‌های دولتی به نمایش گذاشته است. وزارت ادعا کرده است که هر دوی آنها عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند، اما عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عظیمجان وهابوف به پیامنت گفت که نام این 2 مرد هیچگاه در روی خط حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نبوده. پخش این نوار و اقرار این 2 مرد فحشگر به عضویت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دسیسه نوبتی مقامات نظامی تاجیکستان علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می باشد. به نام خداوند بخشنده مهربان، واقعا در این روزی اخیر که حکومت تاجیکستان باز به همون اصل خود برگشت، یعنی خیلی که ما و شما میدونیم حکومت برای از بین بردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از تمام وسیله های استفاده کرد، از جمله از وسیله گویا دست و عمل های غیر اخلاقی زدن اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. چنانه که ما و شما میدونیم از سال 2011 به این طرف، یعنی در یک جلسه مخفی که ماهیت اون جلسه آشکار شد و رسانه‌ای شد و به پروتکل 3220 معروف شد و خودی رئیس جمهور تاجیکستان رئیست این جلسه را به عهده داشت و سروری میکرد، برای راهکارهای از بین بردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اونجا مشورت کردند و راهکارهای مختلف را شخصا خود رئیس جمهور به تمام مقامات قدرتی کشور توصیه کرد و مشورت داد و دستور داد. بنابراین آنها در این مدت، یعنی از سال 2011 تا 29 سپتامبر سال 2016 تقریبا از تمام وسیله ها از جمله وسیله متهم کردن اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دست زدن به فساد اخلاقی استفاده کردند. اما چنانه که ما و شما میدونیم 98% مردم کشور مسلمان هستند و یک رابطه فطری با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دارند، چرا که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و علاوه اینکه یک حزب سیاسی هست، در برابر این هم یک حزب ارزش محور و دینی هم هست. بنابراین آنها پیامشون این است که به مردم تاجیکستان بگویند که
نهضتی ها پایبند به ارزش های اسلامی و اخلاقی نیستند و شما از آنها دوری جویید. با وجودی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور ممنوع اعلام شده است و خود رئیس جمهور هم با رقصیدن خود با مردم گویا پیام داد که من بر دشمن اصلی هم یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیروز شدم، اما پیدا شدن این گونه نوارها و دست زدنشون به همون عملها و کردارهایی که 2-3 سال پیش دست می‌زدن معنای این را دارد که حکومت ناتوانتر و ضعیفتر از آن است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را از دل و قلب مردم تاجیکستان بیرون کند. بنابراین اون روز فرا رسیده است که تمام مردم کشور برای از بین بردن این رژیم ظالم و رژیم جنایتکار که ملت را در بین تمام کشورها و دیگر ملت‌ها تحقیر و به مدنیت و به فرهنگ نشان داد، برای از بین بردن این رژیم جنایتکار و ظالم سهم خود را بگذارد و برای رسیدن رسیدن به یک زندگی آسایشته و سعادتمندانه سهم خود را گذارد. جمع‌آوری پول از خوانندگان در مکاتب کشور یک امر معمولی شده است. پول پرده، تعمیر، رنگ، هزوم، انگشت، کتاب، وزناس پولی و غیره کیها به حکم عنعنه در آمده اند و مردم هم به آن عادت کرده است. اما سال تا سال اشتهای سرداران مکتب بزرگتر می شود و تجارت نوی اختراع می کنند. در مکتب رقم 13 ناحیه اشت هم چند اختراع نوی کرده اند. خوانندگان این مکتب مجبورند به 5 سومانی عکس اسماعیل سومانی را خریداری کنند. رهبر این مکتب شرفجان قادیروف مقاوه نو اختراع کرده است که هر خواننده این مکتب یک دانگی برای هر دفترش باید بخرد. به حساب میانه هر خواننده این مکتب موظف است به عوض 10 سومانی از دیرکتور اختراعکار مقاوه خرد. ولی تجارت قادیروف با مقاوه و عکس اسماعیل سومانی تمام نمی شود. هر خواننده این مکتب مجبور است 42 سومانی برای انگشت پرداخت کند. با این مبلغ هر صنف صاحب 1 تن انگشت می شود که حداقل برای 2 زمستان کافی است، اما آن برای 1 زمستان جمع آوری کرده می شود. کتاب ها در این مکتب پوره به اجاره داده می شوند. برای خوانندگان صنف 1 مبلغ اجاره 17 و برای صنف های بالایی نزدیک به 50 سومانی است. چند پیش معلمان اعلان کرده اند که برای کدام فیلم خوانندگان باید 5 سومانی جمع کنند. فیلم چی فیلمی است؟ حتی خود معلمان نمیدانند. با اعتراض چند نفر که برای چی آنها باید مجبورن فیلم تماشا کنند، جانشین راهبر مکتب بحریدین آدیبایف پاسخ داده است هر کس اعتراض دارد اعتراضش را به بالا برد، چون که این کارها همه اش با فرمانی بالا می شود. اما آن بالا کجاست؟ نامعلوم باقی مانده است. یادآور می شویم که در کشاده شوی این مکتب رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با قیچیش شرکت کرده بود. دلبر گورگووا همسر یکی از زندانیان قضیه مشهور گنرال عبدالحلیم نظرزاده به رسانه‌های محلی گفته است مالک خانه اجارویش او را از خانه با 5 فرزند نابالغش بیرون کرده است. به قول او قرار بود همراه با 5 فرزندش برای 8 ماه دیگر در خانه‌ای که اجاره گرفته بودند زندگی کنند، اما بعد از 2 ماه اقامت صاحب خانه از آنها طلب کرده است که خانه را ترک نمایند. من گفتم اپا ما 5 فرزند دارم، شوهر ما ترمده، ما شوهرم نیست. مثلا ما در خودش ما اجاره میشیم که آیا سال زیاد ما میشینم که مثلا من جایی رفتن ندارم، من دیگه که مثلا باید جای دیگه بکچم برم صاحب خانه روزی چی. با گفته دلبر گورگووا مدتی 3 روز است که او و 5 کودک نابالغش در حولی یکی از استقامت کنندگان این بنا که او قبلا در آنجا اجاره نشین بود شب را روز میکنند. همینجا کودکان او خوراک میخورند و به درس آمادگی میبینند. من بیگا 20 کودک سلفیدن چکدن و دگونام زنگ زد که بیا خانه ما خورا کودک اگر دا کسل میشه که پلاژنی قد قیم سوقتی کودک چکو کنم در روز زمستان. عزت امان وکیل دفاع و راهبری سازمان جوانان مهاجر تاجیک در روسیه که سرپرستی عائله دلبر گورگووا را به دوش گرفته است میگوید به نظر من برمیگردد به آنکه قضیه این خواهر و 5 فرزندش بیشتر رسانه‌ای گشت و شاید دلبر گورگووا یگانه زنی بود در میان زنهایی که شوهراشون
در بعد قضیه عبدالحلیم نظرов بندی شده بودن، یگانه زنی بود که یعنی صدا برآورد، فریاد کرد که واقعا مشکل است و کسایی هم که نفهمیده رفتند به این قضیه خوش شدن یا خوش نبودند و به هر حال یک گناه بالاشون بار کردند و مهلت‌های بسیار طولانی زندانی گشتند. صدا بلند کرد خواهر دلبر گورگاوا تا اینکه صدایش شنویده شود و بعدش هم که شما میدونید بعد صدا بلند کردنش باز گرفتاری مشکلی های زیاد گشت و نسبتش پرونده جنایی باز شده بود و بعد از صحبت ما با پروکورور و خواهش و التماس ما به هر حال پرونده بسته شد، ولی خب قضیه پرونده را ما تا آخر نمیدونم چی است و خیلی امید داریم که بسته شده از پرونده. خب بعدی هم شاید مقامات بالای کسایی که اجاره میتیان فشار آوردن، چون که خواهر دلبر گورگاوا شما میبینید فعال است، دویم حرف میزند و به نزدیکی دعوا کرد که حکومت که منزل های استقامتی عبدالحلیم نظرov دولتی کرده است، ایسو به همون منزل ها یک اتاق مثلا یک خانه‌ای یا دو خانه‌ای خب به این خواهر بدن که همراه 5 فرزندش سکونت ورزد. فکر میکنم برمیگردد به همین که خواهر بیشتر فعال است و فشار آورده سودیان با مقامات بالای اجاره دهنده و اجاره دهنده هم بالای این زن فشار آورده. من میدونم که اون زن هر ماه اجاره پولی خودش میتید و ما هم از این یک مبلغ تهیه کرده میفرستیم. ما میفهمیم میدونیم که این مبلغ خیلی کم است برای 5 فرزند، ولی به هر حال اون شرایطی که داریم تا اونجایی که دستمون میرسد کمک میرسونیم. متاسفانه کار دیگه به اونجایی رسید که خواهر از خانه بیرون کردن و من بیشتر فکر میکنم که قضیه سیاسی گشته است نسبت به اون که قضیه اقتصادی باشه و نارسایی پول. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. ارتش عراق به مرکز ناحیه حمدانیه شهرک کرکوش که در 30 کیلومتری موصول است مسلط شد، اما عملیات مرگطلبانه دولت اسلامی آنها را مجبور کرد از این ناحیه عقب نشینی کنند. کردهای پیشمرگه میگویند در 3 روز عملیات 13 دهه و یک شهرک را از دولت اسلامی گرفته‌اند. در عربستان سعودی یک عضو خاندان شاهیگری این مملکت را با حکم دادگاه به قتل رسانیده‌اند. شاهزاده ترکی بن سعود الکبیر که برای کشتن یک دوست خود متهم میشد با حکم دادگاه کشته شد. ترکی بن سعود الکبیر به پیوندان نفری کشته شده میلیون ها دلار به صفت خونبها پیشکش نموده بود، اما آنها قبول نکردند. در نتیجه حکم قتل شاهزاده روز سه‌شنبه 18 اکتبر سال روان به عمل برآورده شد. کشتی کیهانی سکیاپارلی که آن را آژانسی کیهانی اروپا ارسال کرده است و سیاره مریخ فرود آمد. پس از طی کردن مسافه 500 میلیون کیلومتر این کشتی به مریخ رسید و 3 ساعت پیش به سطح آن فرود آمد. این کشتی دارای یک دستگاه پرمکونی و تشخیصگاه است که موجودیت حیات در مریخ را تشخیص خواهد کرد. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سروری زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی، خیر، خدا یار و یاور شما.